آخری ماه دکبر سال 2025 با ولادت یکی از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک، شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله 75 سال پر شد. با این مناسبت در شهر دوشنبه چاره‌بینی‌های گوناگون ادبی و فرهنگی خاطرمان برگزار گردیده از مقام و منزلت کمال نصرالله سخن رفت. با اختتام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین سنه 27 دکبر سال 2025 در شهر و دهات پنجکین با افتخار 75مین سالگرد شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله سلسله چاره‌بینی‌های ادبی و فرهنگی برگزار گردیدند. مورد ذکر است که صبح 27 دکبر سال 2025 شاعر کمال نصرالله و هیئت همراهانش ادیبان شناخته، روزنامه‌نگاران، اهل فرهنگ و هنر جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت را در درآمدگاه شهر پنجکین معاون رئیس شهر پروینه نقیبی و دیگر راهبران مسئول با یک فرح و شادمانی استقبال نمودند. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. السلام علیکم مهمانان عزیز. قدم مبارک شما را به شهر باستانی پنجکین صمیمانه خیر مقدم میگوییم. در مسیر تحصیلات میانه عمومی رقم ششمی به نام عبدالسلام دهاتی دهه غوسر مرکز جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی با مناسبت 75 سالگی شاعر کمال نصرالله که دست پرور این مؤسسه تعلیمی بود یک محفل خیلی زیبای ادبی و فرهنگی برگزار گردید. صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان را اهل مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 خوانندگان و ساکنان جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی با یک فرح و شادمانی و افتخار پذیرایی کردند. السلام از قیصری آوازدار، از کمال خویش دارد افتخار، بس که از دودمان
کیست عزم او در زندگی به حد قوی است. درس از استاد لایق برده است، دست و دل را بر وطن بسپرده است. گرمی افزا هست همچون آفتاب، شعر بر تشنه باشد همچو آب. میرسد امروز بر 75 باشد در باب معنی کان گنج. السلام ای دوستان مهربان، هر یک باشه چون نور عیان. ظرفشان پرزطلا پیشکش، بر همه کس مهر دلها پیشکش. دوستان با گلفشان خوش آمدید، بر مکان ظرفشان خوش آمدید. نخست صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان با یک نمایشگاه هنرهای مردمی جماعت دهاتی لایق شیرالی در بینای مکتب شناس گردیدند. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی ششمی به نام عبدالسلام دهاتی یک برنامه خیلی زیبای ادبی و فرهنگی بخشیده به 75 سالگی کمال نصرالله دایر گردید. در آغاز معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی پیرامون نقش و مقام استاد کمال نصرالله در رشد ادبیات معاصر تاجیک سخن گفت و صاحب جشن را با این صحنه فرخنده از نام رئیس شهری پنجکین صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. ضمن سخنرانی های خویش اهل ادب تاجیکستان عطا میرخواجه، عبدالرحمن عبدالمنان، ضیا عبدالله، عبدالله راهنما، آذرخش، اسماعیل ظریفی و دیگر نمایندگان ادبیات معاصر تاجیک درباره کمال نصرالله بهترین اندیشه های خویش را درباره فعالیت ایجادی او بیان کرده شاعر را با این صحنه فرخنده صمیمانه مبارکباد گفتند. حالا من با کمال احترام سخن نخستین را به معاون رئیس شهر پنجکین محترم پروینه نقیبی میدم. استاد کمال نصرالله در ترغیب و تشویق سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان، شناخت و آرمان ایدئولوژی ملی، ترنم غایه‌های وطندوستی و پرورش احساس زیبایی شناسی در نهاد نورسان و جوانان و مردم کشور خدمت ماندگار کرده، چون تحصیل کرده مکتب ادبی قهرمانان تاجیکستان میرزا فرزانزاده، استاد بزرگوارشان شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرالی در رشد ادبیات تاجیک سهم نظررس گذاشتند. با پیروی از این سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رئیس ولایت سوخ، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده در مقیاس ولایت و رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده نیز جهت تجلیل سنه‌های مبارک تاریخی ملت و نام نیک بزرگان علم ادب کلاسیک معاصر تاجیک توجه زیاد ظاهر نموده برای به طور شایسته برگزار کردن سالگرد سنه‌های مبارک آنان در شهر تدبیرهای مؤثر می‌اندیشند، زیرا زندگی، کارنامه و آثار گرانمایه اهل علم و ادب و متفکران و دانشمندان کشور مکتب بزرگ آموزش و تربیت و مایه عبرت برای نسل نورس و جوان و اهل جامعه به حساب می رود. همدیاران عزیز، کمال نصرالله شاعر ایام، شاعر روزگاران، شاعر بیان و افشان کننده تضادهای زندگی واقعی، دستاورد و فاجعه های آن، شاعر جانسوز ملت و پیشگیری کننده فاجعه های مدهش خلقش است. او از نخستین شاعری تاجیک است که خلق عزیزش را از فاجعه عظیمی به سرش آمده یعنی محلگرایی قبلا آگاه کرده چنین گفته است: تاجیکستان را دیگر قسمت مکن، بین ختلان و زرافشان و بدخشان مادر را چون توان قسمت نمود پاره پاره بین فرزندان. تاجیکستان را دیگر قسمت مکن، بین درباز و خجم دیده آیا درخت سبز باشد
به زمین به ریشه به پیوند. سخنی اول رو با یکی از ادبیاتشناسان معروف کشور که از جمله ایجادیات استاد کمال نصرالله خیر سرپهلو آموختند، استاد گرامی عبدالرحمن عبدالمنان میخوانم. وطن از همین درگاه پدر، از همین زادگاه شروع می شود. اینقدر مهر و محبتی که کمال جان به این دیار دارند و وطن دارند، همش در شعرهایشون، در کتابهایشون عکس انداختند و البته این باعث افتخار است، همچون یک وطن سرا، همچون یک شاعر وطن دوست شهرت یافتن کمال جان. وطن سرایی یک پهلو، یک قسمی مهمی ایجادیات کمال نصرالله است. شعر این کس، ایجادیات این کس بسیار فراگیر است. کدام موضوعی که مثلا برای جامعه، برای مردم، برای خلق ما، ملت ما قدر دارد، عزیز است، در همه هم موضوع شعر گفتند. پیش از همه درباره انسان، درباره عشق در ایجادیات کمال یک مفهوم بسیار فراگیر است. در معنای عشق مثلا عاشقانه، عشق به معنی هستی، به معنی بودن، به معنی ارزش زندگی انسان و ارزش خود انسان بسیار وسیع، بسیار به معنی و مفهوم، همچون مفهومی بسیار وسیع استفاده شده است. تشکر زیاد استاد. حالا با احترام زیاد استاد نویسنده عطا میرخواجه سرمحری مجله صدای شهر را به صحنه می‌خوانم. من میخواهم پیش از همه بگویم که استاد کمال نصرالله امروز الگو یا نمونه شاعر زنده دل و وطن دوستی تاجیک می باشد. اینقدر زنده دل که در همین سن مبارک که کمی از گویم که بعضی معیارها گذشته است، باز هم جوان است، باز هم مثل همین نفرانی که در اینجا نشستم و میبینم که استاد همین مکتب رو تمام کردن و همین سیما رو دارن، مثل شما جوان هست. و دیدم که وقتی که استاد به همین مکتب به آستانش قدم گذاشت، باز هم قامتش رسولتر شد، باز هم الهام گرفت و جوانتر به نظر میرسد. الهی همین که باشد. استاد کمال نصرالله شخصی است که تمام تاجیکستان رو نه با سخن بلکه با رگ جانش دوست می‌دارد. این رو نه تنها از اشعارش بلکه از طرز نشستن، از تفکر، از نگاه و حتی از قدم زنیشون شما پیخست میکنید. استاد نفر اولینی هستند که به خانه من همچون بار اول به بدخشان به خانه من مهمان اومدن و بار اول در خانه، تنها در خانه من در همون دهه خیلی هم دور دست کوهستان، بلکه در همون دهه بار اول شاعر زنده نفری که اومدن همین استاد کمال نصرالله بودن. مردم دهه ما، مردم همون جماعت شاعر زنده رو امروز در شکل استاد کمال نصرالله تصور میکنن، چون که بار اول همین کسا دیدن و گفتن و فهمیدن که این از رودکی، از دیار رودکی است، از
دهه رودکی است، فرزند رودکی است، فکر میکنم که خود رودکی هستند و من فکر میکنم که استاد حقیقتا خود رودکی هستند. شعر رو، داستانی رو که استاد سرودن، اون شعر نبود، داستان بود. داستانی رو که استاد سرودن از تمام شعرایی که در همون وقت به همین مناسبت نوشته بودن خیلی مؤثرتر بود. با طور دل هر یک تاجیک تاثیر کرد و من فکر میکنم که اگر پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان در همون دوره مردم رو، گریزگان رو به وطن دعوت کرده بود، یکی از سازه هایش اگر پرزیدنت محترم ما باشد، سازه دیگری به وطن جمع آمدن مردم تاجیک، همین شعر تاجیکستان رو دیگر قسمت مکنی استاد کمال نصرالله. این بیشک است. حالا اصلا اینجا سخن درباره شخصیت ادبی استاد کمال نصرالله و پهلوهای ایجادیاتشان است. حالا با کمال احترام نوبت سخن را به استاد شاعر و منقد ضیا عبدالله میدیم. مرحبا. ما هم کورس، هم گروه و گاه در یک حجره هم در دانشگاه آموزگاری میخوندیم و زندگی میکردیم و از کورس اول حتی در ماه یکم دانشجویی شدن ما حرکت، جوشش، خروش و یک خصلت بسیار زیبای آهوار، رنگ آهو گشتن دوست می داشتم و همیشه یک روح پاک انسانه از چهرهشون میباری. همین صمیمیتی که امروز درباره کارهای این کس میگویند هنوز در 17 سالگیشون از چهره این کس میباری و جوشش کارشان هم همین خیلی. هنوز از کورس اول بود که رفت آمده با روزنامه پداگوگ جوان دانشکده آغاز کردم و در نگذشته یکی از نه تنها مؤلفان فعال بلکه کارمند همون روزنامه دانشکده هم شدم. بعدم محفل ادبی فاکولته را به عهده گرفتن که در اینجا دوادای بسیار لازم می آمد و در این بین باز در گروه بخشیارهای دانشکده، گروه علایده می رفتم، ورزش می کردم و به میدان هم برآمده بودم. حالا من با کمال احترام سخن را به شاعر، سیاستشناس و سرمحرری هفته‌نامه ادبیات و صنعت عبدالله رهنما میدیم. مرحبا. بزم و جشن استاد کمال هفته هاست که ادامه دارد و ماها ادامه میکند و دیروز در تالار بزرگ اتفاق نویسندگان به نام استاد ترسونزاده یک بزم بسیار
خسروانی و پرشکوه به این مناسبت دایر گشت. تبریکات رسمی، سخنان زیبا، ستایش های ارزنده و شایسته درباره استاد اونجا گفته شدند و این دوام اون سلسله چهار بنیاز که ما شرکت میکنیم و من از امو بزم یک تصویر، یک لحظهش رو به شما تصویر میکنم. شما بینید که محبت مردم و استاد به چه حد است. اول استاد میخواستن یک برنامه و خیلی کی بعد کی گپ میزنند ترتیب دهند، ولی در امو تالار موج محبت مردم، موج محبت مخلصان، موج محبت هواداران اینقدر بود که دیگر امو وضعیت از نظارت بیرون شد و من دیدم که در امی پیش استاد اینقدر گل آوردن که من خیال کردم که تمام گلهای دوشنبه رو خریده به پای استاد ریختم. همین محبت مردم، محبت مردم. من حتی همین در تلفنم همون منظره ای که استاد قریب پشت گلها پنهان میشدن صورت گرفتن که این یک لحظه است که مردم به همین واسطه محبت خود را مسابقه برای کردن که کی گلی زیباتر، کی محبت زیباتر پیشکش میکنند. انا برای همین این محبت شماست و من میخواستم در همین لحظه همزمان با او تبریک سپاس خودمان را، سپاس هم خودم، سپاس تمامی ملت را به شما، به مردم، به دهه، به مکتبی که استاد را برای ملت هدیه کرده است برسانم. البته این رود زرفشان، این وادی زرفشان گرچه با نام زرفشان مشهور است ولی در عین زمان وادی سخن، وادی معرفت، وادی علم، وادی آگاهی. این زرفشان همراه آبش همون قدر دانش، همون قدر معرفت، همون قدر شعر، سخن پهن میکند و من همیشه همین خیلی فکر میکردم که این آب چی سر دارد که این همه سخنور میروید، این خاک چه اسرار دارد که همه اهل معرفت و سخنند. و من میگم که این آهنگ زرفشان که شما گوش کرده کلام میشه، ناخودآگاه همه ما رو شاعر میکنند، ناخودآگاه همه را اهل سخن میکنند و باور دارم که شما نسل جوان همون دعایی که رودکی داد و اصطلاح استاد لایق قومی تاجیکان را با سخن برداشتن و همین نمونهش همینجاست و همون در دوامش گفتن که باز آید شاعر و شعر و پساوند دیگر و باوردم این انعنه، این سنت سخنوری اینجا دوام میکند. من احساس میکنم که شعرهای وطن سرایی استاد در عین زمان که از نظر اندیشه، از نظر مضمون، از نظر همون طوری که در اون ادبیات میگم پافوس یعنی روحیه سیاسی بلند است، در عین زمان همون قدر هنر شعری، صنعت سخن، زیبایی سخن دارد. بنابراین از شعر وطن سرایی خشک و شعر وطن سرایی زنده آوردن شعر این یکی از خدمت‌هایی که همین نسل از جمله استاد کمال انجام دادن. و حتی من یادم است که همین پیشوای ملت وقتی که چرخه اولی راهون رو کشودن همونجا شعاری تاجیکستان به پیش و فردا استاد یک شعری تاجیکستان به پیش ایجاد کرد که حاضر در همه مراسم ها ارکستر رو را میخواند. بنابراین استاد هر لحظه سیاست، فرهنگ، جمعیت، درد ملت رو میسرایند و من در جنبش میخواستم بار دیگر همه شما رو
تبریک کنم و دعا میکنیم که اله شما هم با عمر هم به صدق و هم به فرهنگ و هم به موقع وطنداری و صدق و مکتب استاد کمال برسید تا که این ملت، این دولت، این وطن با برکت یعنی روحیه بلند وطنداری ما حفظ شود و ما نسل به نسل همچون ملت صاحب دولت و صاحب وطن باقی باشیم. تشکر و صحبت‌های در پایان. حالا من نوبت سخن رو به شاعر سینوی عبالی میدیم. مرحمت. استاد کمال نصرالله رادمرد تاجیک جانفدای و سازنده هستند که در برابر داشتن تمام این خصلت‌های بلند انسانی یک انسان شریف، انسان خاکسار، انسانی که همیشه دستی نوقلمان آنهایی را که به سخن و شیر ناب تاجیکی عشق و محبت دارند دستی آنها را میگیرند و امروز هم این کار پرشرف و کار بسیار هم ستایش شونده را دوام میدهند. شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار گفتند که یک زمان به گوشم رسید که با استاد کمال نصرالله آردن شرف دادند و گفتم که شرفمندترین انسان به آردن شرف نائل گردید. واقعا هم این دید و این دیدگاه یک شاعر فرزانه ملت درست است و حقیقت هم دارد. شعری هست که اگر مطالعه نمایی پیش از همه خودت را میشناسی، تاجیکیتت را میشناسی، تاجیکستانی بودنت را میشناسی. و این یا آن شعر استاد کمال نصرالله را اگر درباره وطن گفته باشند مطالعه کنی، اگر در این یا آن گوشه دنیا باشی خودت را در وطن احساس میکنی. و از نگاه استاد کمال نصرالله وطن گهواره است که انسان را از زمان کودکی تا به دم پیری در بطن مبارکش می پرورد و چخیلی که خودی استاد گفتند طفل را ناوک پستان وطن است، مرد را قلعه ایمان وطن است، تشنه را کاسه آب دم مرگ، گشنه را یک لبک نان وطن است. بی وطن بی شرف و بی نام است، بی وطن بی شرف و بی نام است. هستی دولت انسان وطن است. پدر و مادر تو، دادر تو، طفلکی تو به بدبستان وطن است. آخرین نور چراغ هستی در دل و یاد غریبان وطن است. غیرت و زور و جسارت دل پور، قوت جان دلیران وطن است. در وطن بی وطنان بسیارند، در وطن بی وطنان بسیارند. مرد را دامن ایمان وطن است. مرده را زنده کند یاد وطن، مرده را زنده کند یاد وطن. جان جان در تن انسان وطن است.
این شرافت و این محبت بی اندازه را هم به استاد و هم به هوادارانشان مبارک و تهنیت میگویم. حالا روی صحنه رئیس بخش پنجکینتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر و روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی را می‌خوانیم. مرحبا. اگرچنده که در سن و سال از استاد کمال 5 سال فرق داریم، لیکن با تمام وجود من استاد کمال را استاد خود می‌حسابم. چون که ما شاعرانی از موقع شهرها دور هستیم، در برج یک کوهستان و اگر چیزی نوشتیم از نوشته های استاد بهره بردیم. در 70 سالگی استاد به دوشنبه آمده یک شعر خوانده بودم و این رو در اینجا تکرار میکنم، چون که بعد از استاد رودکی 5 رود برای ما استاد کمال نصرالله را داد و امروز ما افتخارمند از آنیم که در برابر عبیره استاد رودکی بودن استاد شاگرد بلند مقام استاد لایق شیرالی هستند. داری اندر سینه ات مهری وطن، میبری دل را تو با سحر سخن. باغ عمرت باد دائم بی خزان، ای چراغ نوربار انجمن. قلب تو از نور ایمان روشن است، داری اندر سینه مردم مقام. همچو شعر رودکی هستی عزیز، هر نفس از 5 رود آری پیام. از گذرگاهی دلی یاران خود همچون افغانی گذر بنموده‌ای. برگ زوف آورده‌ای بهر دوا، شادی هر سینه را افسوده‌ای. مرغ قلبی تو عجب پر میزند، تا دمی که لانه ها گرمند گرم. نامه بال کبوتر خوانده پیش روی یار با آواز نرم. از فراسوی نگاه خویشتن رو به محراب وطن آورده. تاجیکستان را دیگر قسمت مکن، گفتی و عشق وطن پرورده. با دل سرشار و نور اعتقاد می‌نهی بر سوی ملک دل قدم. می‌نویسی نامه بر آفتاب، زین سبب هستی همیشه محترم. در فضای مهر و عشق و اعتقاد خود درخشانی مثال آفتاب باشی ای استاد. 100 سال دیگر سربلند و کامیار و کامیاب. حالا نوبت سخن به برادر استاد ارجمندمان استاد کمال نصرالله جمال‌الدین عثمانов. مرحبا. ترنه ها ای ترنه ها با خود برید آرزوهای مرا بر بحر و بر. من شما را انتظاری میکشم تا بهاران، تا بهارانی دیگر. من در این شهری که جستم خویش را یافتم یارانی پرزرق نظر. ای درختی دوستی سرسبز باش تا بهاران، تا بهارانی دیگر. دیر کردم من به بزم میزاد روز، گل در دستم خار شد در پشت در. زنده باش ای دوستی دیرینه‌ام تا بهاران، تا بهارانی دیگر. باز هم وعده ای من نیمکارمان ماند به تعمیر درگاهی پدر. آدمی با آرزوها زنده است تا بهاران، تا بهارانی دیگر. السلام علیکم حاضران محترم، مهمانای عالی قدری که از خود پایتخت جمهوریمان تشریف آوردند. بسیار انسان‌های شرفمند، یک انسان‌های بزرگ
و ما امروز باعث افتخار داریم که مخصوصا در همین مؤسسه ما همین خیلی مهمانای عالی قدر حضور دارند. قدمتان نوری دیده تاج سر خوش آمدیدتان. با کمال احترام استاد ارجمند شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله را روی صحنه می‌خوانیم. مرحبا استاد. تاریخ گواه است که ملت ما همیشه ملت خیرخواه بود، تشدد بود، یکدین بود. ولی احیای نوین تاجیکستان ما به استقلال رسیدیم و ببینید که چقدر در یک مدت کوتاه صاحب زمین و خاک و آب باشیم. در یک کوتاه‌ترین مدت چقدر رشد یافت تاجیکستان. دو چیز مقدس دارد ملت ما. یکی همین زبان مادری است، دیگری کتاب است. این هر دو هم یک چیز هم قریب. ما زبان ما زنده داشتیم، زبان ما زنده داشت و تمام سنت ها، انعنه های ملی خلق ما که در دنیا نظیر ندارد ما زنده داشت. مقدسترین واژه اگر از من پرسید چیست، امیدوار میشید که من وطن میگم، مادر میگم، نام میگم. بله اینا واژه های مقدس هستند، اما یک واژه هست که همه این واژه ها در وی انعکاس می‌یابند، تجسم میشوند. این واژه چه است؟ تاجیکستان. شما ببینید در همین واژه بلبل چهچه بلبل است. تاجیکستان در این نوار همین نکت آب زلال و شکوفایی گل‌های تمام چیز در این واژه است. در این واژه سنت‌های بلند بشری ملت ما، چهره‌های بزرگ فرزندای نوبه‌های این سرزمین، اینقدر این واژه در خودش بزرگی‌های تجسم می‌کند که من گمان نمی‌کنم در دنیا دیگر همین واژه طلایی زرین باشد. تاجیکستان آب و نانم، جسم و جانم، آرمانم تاجیکستان، آستانم، آسمانم، بیکرانم تاجیکستان، اولینم، آخرینم، آخرینم، آذرینم، همچون قسم سوگند عالی در زبانم تاجیکستان. آب و خاکت در وجودم، روح پاکت در وجودم، ریشه دارد هر گیاه در روانم تاجیکستان. من همه خون گشته و کوشیدم خود را که باشم رمز عشقت، نخل یکصد ارمانم تاجیکستان. حکمت و آداب و فضل خلق آگاهت پناهم، حکمت و آداب و فضل ملتم اندر سیشتن، رودمردی نیاکانت به جانم تاجیکستان. گر کسی از تو گریزد روز سختی، روز ماتم، با تو مانم، با تو مانم، با تو مانم تاجیکستان. من به هر یک باره سنگین تو هم سینه هستم، من به هر رود روانت هم روانم تاجیکستان. آریانای بزرگی مونده محفوظ در سریشتم، من سری هر صخره با ننگ تو مانم تاجیکستان. با سری هر قله کوه سرافرازم به دنیا، در کنار سنگ هایت سنگ جانم تاجیکستان. در سری آخرین مرزت خطی رگهای جانم، در سری هر صخره با ننگ تو برخیزم، سری با آخرین مرزت خطی رگهای جانم تاجیکستان. همین شعری که غوسر بخشیدم همون میخوام تقدیم کنم به شما. غوسر و غوسر همه فیض و ثمر، غوسر و غوسر همه احسان و فر. در وجودت بودم من جای دل، در نهادت بودم جای جگر. در کنار کوچه هایت بودم چون نسیم سور افشانی سحر. راه نمی رفتم ز بین کوچه ها، می پریدم واگشاده بال و پر. مکتب و
استادهای بی‌نظیر، یک خزینه هر یک گنج و گوهر. اون معلم‌های دانشمند منشأ آدمگری، علم و هنر، جمله خلقت خیرخواه و نیکبین، جمله افرادت نکو و خوشنظر. یک نفر در تو ندیدم ناسپاس، در تو نامرد ندیدم یک نفر. اینقدر پیران برلودل بودن، مردمانت پنجه دست هنر، باغ و راه و پاگزار داشتی، چون بهشت دامنی کوه و کمر. با مرحله در بهشت عدن بود، پاش و اینکینه در پیش نظر. دهه صلح و صفا و دوستی، دهه مهر و وفای همدیگر. خلق ترک داشت مهر تاجیکی، بودم و با هم چنان شیر و شکر. سنت من دایگان جدا دیدم که همین ملت دوزبک و تاجیک اینقدر به هم آمیزش یافته، اینقدر همدیگر احترام داشته و این یگانگی رسیده باشن. خلق ترک داشت مهر تاجیکی، بودم و با هم چنان شیر و شکر. سنت آدمگریت زنده باد در مراسم های نیکت جلوگر. با چیچک در کفم آوردم، پیک نوروزی به هر یک بام در. ماهی رود زرافشان، ماهی رود زرافشانت بودم، سر به پا آگنده در طلا و زر. میشم سرشار از آداب و فضل، هر گهی که میکنم یاد پدر. او معلم بود بیش از 60 سال، ششته در بالای دفتر تا سحر. اونقدر درس سواد آموخت او، کرده مردم را ز دانش باخبر. ای دیاری سنت آزادگان، جایگاه لایق والو نظر. رازهای عصرها در سینه خاک، چشمه آب زلال و آب شورانه مژده ها دارند از جان و دل پاک. ای وطن، ای تاجیکستان، ای بهشت من، بخت افشان و گلافشان سرنوشت من. ملک اندرز و ادب، سرمنزل اعجاز، میهن در پرتو شعر و سرود و ساز. از لب هر برگ گل ریز از هزاران راز. دل برقصد، جان برقصد، دل خورد در آسمان پرواز. ای وطن، ای تاجیکستان، ای بهشت من، بخت افشان و گلافشان سرنوشت من. سرپناه اولین و آخرین ما، نازنین و آذرین و ماهرین ما. ای امین ما، یقین ما، برین ما. ای عزیز، ای دلربا، ای نازنین ما. ای وطن، ای تاجیکستان، ای بهشت من، بخت افشان و گلافشان سرنوشت من. من تو را درگاه بخت خویش خواهم خواند، با تو دوران سعادت بار خواهم راند. تاجیکستان سرزمین مهر و ارمانم، با تو بودم، با تو هستم، با تو خواهم ماند. با شما بودم، با شما هستم، با شما خواهم ماند. استاد از همین درگاه وقتی 7 ساله بودم و همین درگاه قدم نخستینشون رو گذاشتم و از همین درگاه چون جوانی که تشنه علم و دانش بود سوی پایتخت، سوی مرکز دستگار شدم و دوباره این مؤسسه تعلیمی، این شاگرد بسیار فعال که امروز به درجه استادی همچون شاعری خلقی تاجیکستان به این درگاه قدم رنجه کردن، یک هدیه از طرف مأموریت مؤسسه تحصیلات میانه رقم 6 دهه غوثر جماعت دهاتی به نام لایق شیرعلی به استاد تقدیم کرده می شود. مرحبا. شما
البته چنانه که گفتیم هنوز ممکن 1 ماه پیش یا 20 روز پیش خوانندگان همین مکتب برای برگزار کردن محفل ادبی بسیار زحمت کشیدند. مأموریت مؤسسه شعبه معارف شهر پنجکین و بسیار بیدارخوادی کشیدند که در پیش استاد شعرهاشان قرائت کنم. بنابراین ما کوشش کردیم که یک برنامه جالب باشد و فشرده باشد. حالا نوبت را به خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 میدهیم. مرحبا. پنجکند ای ملکی شید، ای میهنی آزادگان، ای سراسیمه باستان، ای آستانی راستان، میبری فضل و ادب از خاک حکمت خیلی خوب، با نوای رودکی با بوی جوی مولیان، در لبت شیر و سرود و در دلت آهنگ جو، میرسد از خاک پاکش یا دیار مهربان، با همه درد و گداز زندگی مردانه، زلفشاند پیش پای مردمان، هر گل و غنچه در لب تبسم میبرد فضل و خیرت هر طفلکت از عمق جان، شکر استقلال میهن، شکر پیروزی خلق، پرچم ما پرفشان گردید در روی جهان، با وطن احیای نو فرخنده بود ای خلق من، سرفرازیت مبارک در زمین سعدیان، میشوی هر لحظه آباد و گلفشان و تمیز، باید از امروز تو دیوشتی چو اسبی تمام، فیض استقلال و آزادی چو بر خاکت رسید، خیر خیزد از زمین ها نور و فر از آسمان، پنجکن تا همت و احسان خلقت زنده باد، ای تو پیری رهنمای ما و هر دور و زمان، در بری تندیسی لایق این محبت گوی خلق، از کمالت آورم این شعر را چون ارمغان، من ندیدم ملتی را که برای عجشه مادرش تا صبح ایستد روی پا با تفلکان، شعر و حکمت روید از این مرز 100 عصر دیگر، حبذا ای میهنی سرباده های جاویدان. طفل را ناوک پستان وطن است، مرد را قلعه وجدان وطن است، تشنه را کاسه آب دمی مرد، گشنه را یک لبکی نان وطن است، به وطن به شرف و به نام است، هستی و دولت انسان وطن است، پدر و مادری تو، دادری تو، طفلکی تو به دبستان وطن است، آخرین نور چراغ هستی در دل و یاد غریبان وطن است، غیرت و زور و جسارت دل پر، قوت جان دلیران وطن است، بر وطن به شرفان بسیارند، مرد را دامن ایمان وطن است، مرده را زنده کند یاد وطن، جان در تن انسان وطن است. پرسو همنوا خیز اندیشه را صدا کن، بر روزی نو رسیده 100 شکر از خدا کن، بر دوشی هستی خود چون آفتاب برخیز، از مهر سینه‌ات را آینه صفا کن، از چشم موی سفیدان هر صبح دم دعا گیر،
امیدی طفلک را هر روز نهنما کن. روشن بکن تو خود را از روی ابر خوشگل، از چهره‌ها صفا جو، نور ره خدا کن. خواهی رسی بجای از بندی حرص باشد، خود را از این اسارت از این بلا رها کن. جذاب می نماید هر نازنین به چشمت، از جیب خویشتن گیر اندیشه جزا کن. پا بر سر ضعیفان بگذاشتن ظفر نیست. ای مرد قهر خود را مردانه زیر پا کن. شهری آری آریانی پنجکین، خاکی پاکی سعودیانی پنجکین. آستانت آستانی راستان، داستانت گشت‌های باستان. شکوهی تازه می‌دمد زی تاج و تخت تاجیکان، دری امید باب شد برای بخت تاجیکان. زمین آریان من، نشاط جاویدان من، توانی تو توانی من، وطن 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 وطن. روانم ریشه دارد در روان